واقعا باید در حفظ و توسعه افتخارات ملی و وطنی خود هر یکی ما وظیفه تاریخی، اسلامی، افغانی و ملی خود را به انجام برسانیم. برای از اینکه فرصت ها کمتر میسر میشه، من میخواستم امروز با شما واقعا مسئولانه صحبت بکنم و از شما تقاضا میکنم که ما از ته دل صحبت بکنیم، از ته دل. ما چند کلمه را و چند مسئله را در برابر شما قرار میدم، نه به مثابه فرزندان دلیر از این پدران و نیاکان کودامن زمین. یا صرف شما مردم شمالی خود میدانید، جنوبی را از خود نمیدانید، مشرقی را از خود نمیدانید، غرب از خود نمیدانید، شمال و مرکز از خود نمیدانید. همش باید اولتر از شما باید باشه، برای از اینکه در پیشاپیش حفظ ازی وطن، مقدسات ازی وطن، تاریخ ازی وطن پدران و نیاکان شما قرار داشته است. لذا این افتخارات بر پیشانی شما حق شده است و شما باید در صف مقدم قرار داشته باشید. انگریزها را ازی وطن پدران و نیاکان شما کشیده است و شما هستین که بگویید که افغانستان را ما نگاه میکنید. عزتش، آبرویش، تمامیت ارزیش، خاکش، وطنش، انسانش. نو چې نه سي پیدا کول خو بچی شي باندې د اختلاف په چوکۍ خو نسو څومره د پیسې قدرت جای جلال نور چی شي پکار دي. بیروی سیاسی غړي سوي، ډګر جنرال سوي، مرکزی کمیټې غړي سوي، وزیر دفاع سوي، په قرارګاه نظامی کې زما د معاون پایس کار کوي. نور چی شي غواړي؟ ځای درته خوشي کوم دا وایي چې زه پې نه کېنم. نو بیا د بمبارۍ ته څه ضرورت دی؟ بمبارۍ د دې خاطر نه وي چې دی خپل خوش خدمتي هلته ثابته کړي، چې لاړ شي چې ووایي چې ورکه صرف ما ارګ نه د افغانستان د ښار مې داسې ته خراب کړلو، دغه د ته راغلم. صاحب سفارت د هند یې بمبارد کړی، زه ورته پوښتنه کوم د چیش دپاره، ځکه چې هلته په کشمیر کې د هند او د پاکستان تر منځ باندې اختلاف دی او دی دا ځپي چې هلته ووایي چې د هند سفارت مې صاحب درته وځپلو، داسې ښه مسلمان راغلی یم چې هندو مې درته وځپلو. اسلامی یکش در جمعیت، بیادرزاده را با کاکا هر دو مربوط به حزب اسلامی در یک حزب کی با هم مواجه ساخته است؟ دولت؟ نه دوستان محترم، در روی دولت قرار نداره. ملت ما را پارچه پارچه ساختن. ریش سفیدان بزرگ، ریش سفیدان محترم، از اسکندر کبیر گرفته تا انگریزها که قهرمانان مبارزات ضد انگریزی پدران و نیاکان شما هست، همه را با شکست مواجه ساختیم. چرا معضل امروزی ما حل و فصل نمیشه؟ برای که در تمام طول تاریخ از او جنگ ها با متجاوزین ما یک دست واحد بودیم، تن واحد بودیم، یک پارچه بودیم، عزیز و دلبند بودیم. افغان و ازبک و تاجک و هزاره و ترکمن نمی شناختیم، افغان بودیم، مسلمان بودیم و هیچ کس تاب و توان قدرت در برابر ما نداشت. ولی آلی عرب می آید با عزت ما، با ننگ ما، با شرف ما، با غیرت ما، با قماندانیت ما، با همه چیز ما غرض داره. در این مورد تمام حرفها گفته شده است. ما با تمام آنهایی که روی پلتفرم وطن پرستانه با ما در یک سنگر قرار میگیرند حاضر با مصالحه هستیم. با آنهایی که افغانستان آزاد، مستقل، دموکراتیک، بی‌طرف، خوشبخت و سعادتمند را می‌خواهند. با کیها مصالحه نمی کنیم؟ با آنهایی که به جنگ و برادرکشی و به حرفه باندیتیزم ادامه می دهد.
با آنها مصالحه نمی کنیم. آمریکایی و یا ژورنالیست را ما گرفتار کنیم و آمریکایی از بین بره، جهان تکان میخورد. یک آمریکایی با یک فیر راکت، با یک فیرش در شهر، راکت آمریکایی، دانی صدها نفر از بین میرن یا زخمی میشوند. آیا انسان آمریکایی از گوشت و پوست و استخوان ساخته شده است و انسان افغانی ارزش ندارد؟ برای یک فرانسوی از ژورنالیست گرفته تا هر امکان دیگه بین المللی به کار انداخته می شود برای رهایی یک ژورنالیست. خوب است، ما را تایید میکنیم. اقدام بشرخواهانه است، ولی اقدام بشرخواهانه صرف برای یک طبیعی آمریکایی و فرانسوی یا اقدام بشرخواهانه و صلحخواهانه برای یک طبیعی افغانی، برای یک طبیعی لیبیایی، برای یک طبیعی فلسطینی نیز لازم است. چرا؟ بر مبنای ازی که اگر روز 10 نفر 5 نفر از طرف ما کشته میشه، 10 نفر 5 نفر او طرف کشته میشه، وام از ما هست. کاش که نیروی دیگری خارجی در برابر ما مطرح می بود. باز افغان ها مثل پدران و نیاکان خود ضرب شمشیر از اونها را نشان میداد برشان. ولی کی میموره؟ از هر دو طرف برادر ما میموره. لذا من میگم به خاطر ازی نی که من ضعیف هستم، ناتوان هستم، بی قدرت هستم، و بر شما به صراحت میگم امروز 500,000 نفر قوای مسلح داریم. مجموعه سازمان های اجتماعی ما از اتحادیه کارگران گرفته تا دیگرها کلش که محاسبه بکنیم 1,000,000 نفر می شود. قوت و طاقت زیاد هست، مگر این قوت و طاقت زیاد را ما علیه کی استعمال بکنم؟ علیه برادر خود؟ علیه خودت؟ همین مستفیدان ما و بزرگان ما در اونجا کتمه جمع شدن، یا کتمه فارسی گپ میزنن یا کتمه پشتو گپ میزنن. قرآن ما شریک، مذهب ما شریک، دین ما شریک، زبان ما شریک، احساس ما شریک، عاطفه ما شریک، زبان ما شریک. پس ما علیه کی بجنگم؟ لذا سوال زور آزمایی در برابر برادر لازم نیست.